تصویرهای خیالی. اینک پس از سالها فهمیدم ما تصویرهای خیالی از خویشیم که در نقابی زینتی قرار گرفتیم و خوشبختی واجی خیال انگیز است از ناامیدی‌ها. ای کاش سالیان قبل به این راز مهم پی برده بودم و با حدس و گمان عمر را سپری نمی کردم، چون در کوچه پس کوچه های زندگی به دنبال چیزهایی بودیم که اینک احساس می کنم آن چیزها لکه های سرابی بودند که از دور جلوی زیبا داشتند و از نزدیک ترس‌آور. شاید ما همواره به نقطه کور از چشمان حقیقت خیره می شدیم که اکنون در گردابی از وصلت‌های طولناک به دور خود می گردیم. اما این حقیقت نه پوچگرایی کام را تفسیر می کند و نه ایدئالیسم هگل را، ولی در این زمانه تاریک که جهان به دست سیاستمداران نادان به سرعت به سوی نابودی است، با متاع عمر دیگر چیز چندانی نمیتوان خرید که جوابگوی دست رفته ها برای نسل‌های آینده باشد. آری، اسطوره مانند این نوع گذر عمر نیز مقدری بود که در سرنوشت نسل ما نوشته بودند که همچون کابوس‌های بی محتوا شب‌های ما را به بیخوابی و روزهایمان را به بیهودگی پیوند می‌دهند.